نشر تازه ترین تصاویر عجیب و غیر قابل باور آریانا سعید، هنرمند مشهور کشور. آریانا سعید مدلینگ را آغاز کرده است. آیا به واقعیت وی از اسیب ساید نامزدش جدا شده است و دلیل نشر تازه ترین تصاویر عجیب آریانا سعید از دبی چی بوده است؟ تجارت عجیب آریانا سعید در دبی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدن این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید، ملکه دلها، هنرمند مشهور، محبوب و پرآوازه افغان که در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خاصی دارد. آریانا سعید از سال 2008 بدین طرف کارهای هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان آغاز کرده است و در مدت خیلی کوتاه لقب ملکه دلها را از طرف دوستداران و طرفدارانش کسب کرد. این همه در حالی است که آریانا سعید با آنکه تجربه زیادی از هنر موسیقی نداشت، ولی در بزرگترین برنامه‌های موسیقی افغانستان و نئیس داور و یاور اجرای وظیفه کرد. آریانا سعید بارها کارهای سیاسی هم برای دفاع از حقوق زنان افغانستان انجام داده است. این همه در حالی است که تازه ترین کار سیاسی آریانا سعید ساختن نهاد برای دفاع از حقوق زنان افغانستان در امریکا بوده است و آریانا سعید تازه خواسته در کشور دبی به تجارت لباس پرداخته است و در تازه ترین اقدام وی برای برند از لباسهایش مدلینگ می کند. این همه در حالی است که آریانا سعید به کارهای موسیقیش هم ادامه می دهد. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند محبوب کشور از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تک تک از شما خوبان ارجمند کانال دنیا اینفو را بالای منان امانت گذاشته، شاد و موفق باشید.